من سال 1940 در دهه دیودار، نترسید دیودار به معنای دیونی، این یک درخت کلان یکی از نمودی چنار است. تا اونه که من مایده بودم میترسیدم که برای چی قشلاق ما نمود دیوداره. بعد فهمیدم، بعد دیرتر فهمیدم که خیلی بده. یا جیب سخ شو درخت کلان کلان چنار کلان کلان از کلانی و یا خلق همون دیودار نام کرده است. همین که تاریخ جوی تولد سال 1940 من در تولد شدم. سال 1943 پدرم در فرانت وفات میکند. سال دو سال این طرفتر بعد مادرم از اینو میرود. من میمونم. من اپام با اکا با دادرو با چند کس بودیم بسیاری میمونیم. اما قشلاق ما قشلاقی میدهچه ده بسیار بودن اطرافش باید. مکتب ما مکتب 10 ساله داشت. دیرکترش یک شخصی فیودر گفتنی یک شخصی روس بود. بسیار هم غمخوری کرده. من خطی رئیسی جماعتی همون قشلاق خونه بچگان میرن دیدم میگفتن روسی قطعی همونجا برده میسپارد. خیلی بعد هر طرف تقسیم میشن با اکا و دودرو تقسیم میشن. من تنها میمونم و سالشان کلان بودن. دیگر جمعی برای دومو تقسیم میکنن نمیگوین که من سری از خواب میخیزم که ولی نیستن. خیلی گریه مولا و ما که خورد بودم میترسیدم خیلی سوک جوشته نه که هیچ کس نیست. بعد در روسیه رو جا بایستادیم. بعد من گرفتن سمالاتیم خیلی بود که دکانتا بودن خوالینگ بردن. دیدم خوالینگ بردن. نیم سال گذشت وقتی مکتب خونیم رفتم کم تا بر وقتم که بود خیلی روان کردن مکتب داخل شدیم خوندیم. یک 2 سال رو جا خوندیم که یک کمیسیون اومد از دو کسی بارد مراوین گفتنی کمپوزیتور و رسام سریبریانسکی برای تیمونیش امتحان میگیریم کنی کسی داخل شود میبریم خواندنیم که داخل شما خونده است خواندنی میبریم دوشنبه و وقتا دوشنبه نبود و استالینوباد بود دوشنبه حاضره ما نام استالینوباد امتحان شما گذاشتم هم از موسیقی گذاشتم هم از رسم کشی نمیدونم چخیل کشیدم چخیل نواختم و من گذاشتم. بعد همون سمالات به سوار کردن و 2 کس گذاشتیم. من باید اختراع دیگر. آوردن من شهر دوشنبه کوچه عینی بود مکتب 15 بود اونجا. شهرچه کودکانه بود. کودکان فقط دیدم. از شهر می اومدن میخوندن نه که ما علاوه بودیم. جای خوبی ما دو قبط آشونه اون طرف مکتب موسیقی و هم مکتب موسیقی 7 ساله هم آموزگار 4 ساله. باید میخوندیم ده چون آوردن برای که اگه یا موسیقی شوی یا که رسام شوی وظیفه همینی بود. کینو می اومده اینجا کینو تئاتر به نام مقسوم گورکی بود اینجا. اینجا ما میوردن و وطن میوردن. دو جا میبردن من گروه میومدیم چون که بسیار میومدی بعد خلق جلون نمیرسید. همین خیلی روزا گذشته خوانده تمام کردیم هم موسیقی و هم رسامی. بعضی کلانترین همین صنعت تصویری و موسیقی از اونجا پیدا شد. 60 سال تمام کردیم. تا تمام کردن دومی ویبا همین استودیو تلویزیون رو می ساختن. ویشکه بلند است کو اونجا می ساختن. خیلی ما رو جیغ زدن از کمسمولی رفته اونجا کار کردیم. تراکتور میکن ما بیالکتی خوکش یک طرف میکنیم با تراکتور بردارد و چی کفش است کو وی برای هم خود قریب یک سال همونی که 8 ماه کار کردیم. سمینه خطی درس میریم این طرف. خیلی بعد استودیو تلویزیون هم تیار شد. من گرفتن واردن استودیو تلویزیون. ریکترش حامیدوف گفتنی آدم بود. اگه جو کفته یافته گرفته بردم اونجا. اول رسامی به صحنه گذارنده بعد سر رسام اشتر کار کردیم که سال 63 به صف ارمیا دعوت کردن. رفتیم خدمت کردیم 3 ساله بود وقت. وایش هم تمام شد. گشتم بریم با تلویزیون. بعد از اونجا لنینگراد رفتیم. از اونجا سن پترزبورگ خواندنی. یازه گفتنی هستم که اون وقت ما نه تقا چی نداشتیم. سگره دیدم چی بود همه قوای خودمون قطعی. اگر کلا کار کند دستا کار کند عقل باشد عقل با کار بردن در کار دیگر هیچی در کار نبود فقط هر کس خدمت خودش میکرد. حاضر را برفته ایستاده 2 کس رفته ایستادن 2 کس 3 کس
حقارت‌های قبیح از دهن مردم میبراید. او تربیه که میگفتیم ما یک گپایی که اینو میگن خود توضیح نمیدونم. اینستیتوت نامش اینستیتوت دولتی لنینگرادی تئاتر موسیقی کینو و تلویزیون فاکولته بسیار قین ممکن یک چشم خیلی میشنم یک 4 تا چیز داره درونش با بعد فهمیدم از این کورس که من جا افتادم قین همه باید دون موسیقی تئاتر رسم تئاتر تلویزیون همه این بسیار قین است خیلی گذشت وقت گذشت نقص گذشتم باش این شام تموم شد بگشتم هم تلویزیون با سررسم تو سال 1980 دیگه من کار کردم سررسم بعد انجمن نوبتی اتفاق رسمان تاجیکستان شد من در اونجا جانشین رئیس انتخاب شدم و در یک وقت رئیس فوند بدیعی تاجیکستان خودش فوند میگن اونجا خیلی کار کردیم و همه اون خدمتایی که ما کردیم حکومت نقص قدر کرده در پیرو بودم که اوجا گشته اومدم که گازت تاجیکستان سوویتی من نوشته است که مردی هنر بخونم که من به خادمی خدمت نشون داده تاجیکستان سوویتی دادگی وقت خیلی بود که ولی یک بعضی وقتا برای سوال بیتیان که برای چی در اینستیتوت یا که در اینستیتوت نبود شب روز در آموزگاه درس ندادی ما با وقتی درسیم جیغ زده بودم وقتی درسیم نبود برای چی برای که ما فقط همین بیرون از جمهوری بسیار روان میکردن کار میکردیم هر یک 2 سال به یک مرتبه باید یک تا نمایش باشد از تاجیکستان هم هست اوجا با اون من ایسر دیگر رسپوبلیکا هم سال کلان یک 3000-4000 کوادرات متر میتین همون باید آرایشتی همچون سررسان باید که مکت کنی اونجا مکت میکنی مکت در مسکو میبینن حمایه میکنی از هر رسپوبلیک که این دفتر داخلش است چی داره چی بویگری که دارد همه همینه برده در اونجا نمایش میتی برای استفاده اون جامعه خیلی کاری عجیب وقت نبود که مثال ما درسی گفته مثلا فرمال نمیشه از من فایده نمیدی یگون طلبه من نیستم بخیر باید قطعه باشه شینی نشونتی این امکانیت نبود اساسش همین بعد دیگه‌اش که در دیجا کار کنن وقتش با ممکن نبود حاضر اونجا درس میتید اینجا آمده باز یگون کورس دیگه که است او وقت ممکن نبود یک جا باید کار میکردی خیلی یک جا باشه ما اتفاق با فوند با در یک وقت در این دوام اعضای اتفاقی رسامان استر من قبول کردن اعضای اتفاقی ژورنالیستان قبول کردن اعضای اتفاقی رسامان یونسکو دیگر اون طرف راه کشاده شد رسام خلقی تاجیکستان لواریت مکافات دولتی به نام رودکی یک روز نزد وزارت درم نزد یک برادرمان عبدالغفار که این کس میگه که اونجا کار میکردن میگه که میدونید که شما را پیشنهاد کردن انا برای مکافاتی SNG در ساحه فرهنگ نه حاضر کردین هیچ که حاضر گرفت وزارت نشون داد بینم ها میخیر با تو خیلی کیرا چی میگین شما رو که تحصیل کردن خدمت این کس ما بسیار رسیدگی درباره من کتابم نوشتگی و من بسیار فکر است مکافات گفتیم که بخی مکافات 2 میلیون روبل بود 2 میلیون روبلی روسی خیلی گرفتیم باید بانک بسپوریدیم سفرهای ما بسیار سفر کردگی هستیم از طرف وزارت فرهنگ با دیگر مملکت ها روزهای فرهنگ میگویند ظهور جان قطعی یه وقتا شد که خیلی کینو در اینجا کمتر موند قفا موند بعد اپراتوی خشرو داره بعد صورت گرفتگی میرفتیم این که صورتاشون ما اثرامون رو برده و استفکا و میماندیم خیلی کاران کرده هستیم آیا در ایجادیاتتان سیمای پدر مادر خود رو تصویر کردید؟ اگر که کوتاه گویم نه لیکن یک نقطی ما جان نمیخوام خلاص کردم برای چی نه سببش در اون که
در 3 سالگی من پدرم جنگ برده در یادم نیست یا موش یادم نیست اما مادرم باشد کسل بود ما یانش برمی خیلی خوب بودم یک آوازی گریه زن پیدا شد قضا کرده بود است از داد گفتن زنش خیلی داد میگویند گریه میکنند خستم و ترسیدم من قریب نیم سال گپ نزدم از ترسه در اون پلاکوی وای با تربوز خربزه بود در حلیمون با اون رفته خوب کم او را برده گروندن اومدم بعد بهشون که من کجا شدم بعد گفتم میوان که اونجا در اون علافوی پلاکی تربوز خربزه و کادو بود چی که بودم اونجا خوب کن خیلی برای همیشه من نه پدرم نه مادرم یک حتی خوابم ندیدم نمیبینم توازی نمیبینم یکی یک آرزو داشتم که وقتی رسم کشور کمک یاد گرفتم در نزد تنبوچکا میگن یک کتاب هر چه میموندم دفتر میموندم و قلم میموندم که یک شب خودم بگی درو خسته میکشم تا حاضر مموکه یا باور کنید یا نه هیچ خواب نمی‌کنم برای همین یگان تربیت این بابا نیست سبب شمی از خاطرات سفرهای ایجادی نقل میکردید و برای ما میگفتید که آیا برای رسام سفرهای خارجی مهم است و چرا؟ خودش حرکت سفر ایجادی و چیکار میکنی اونجا رفته ایجاد کننده کار چی رفتی نباشد اونجا بشین خوند و من یک عادت یک جایی خودم مونده بودم که کدام دولتی که میرین ما اول میرم موزیش هم میبینم بعد میرم تئاترش هم میبینم بعد بازارش هم میبینم برای من بحث بود که فهمم درباره همین ملت چی هست تجربه همین اگر یک بکار برین چقدر میفهمین بعد البته ششتا وقتی خالی افته پس کجا کار میکنی وقتی خالی افته دفتر قلم گرفته شهر با میرفتم و امارات ها چیزایی که نه استریسکی هست یک تاریخ ها اما رو کشیده ما بسیار یک تخمین یک 40-50 تاوی دارم نبراسکا میگیم ما هم خیلی میکشیدم که از اونجا یک خاطر من باشد برای من گفتن در کار که من 400 تا زیادتر ایتود دارم 400 از سفرهای ایجادی این وقت خوندن اینو دیگر چیزم فقط از جایی که بودم از بلغاریا سر کرده بلژیک و غیره و غیره و غیره یوگسلاوی من 40 جایی که بودم اونجا یکون کشتگی هستم خیلی نیست که نکشته باشم هسته یک خاطره برای خودم میشود که با فکر شما کی رسامی موفق شدن بتواند با موفق رسیدن کار فقط کار کننده کار کردن تلویزیون با کار میکردیم ما اجاره نشین بودم وقت یا شالی پس اینستیتوت روزانه کار میکردیم با شب کار میکردیم یک دیوان بود اونجا من خواب میکردم خیلی دیگر رو خونهشون میرفتم من اونجا خواب میکردم تو افتیانه من خواب میکردم یک کار میکردم یک کار مثال در تلویزیون تونستون 100 تا اسپکتاکل موندگیم اسپکتاکل تلویزیونی هر یک کدومی ده کمش با 4 تا اسکیز کننده کار هر صحنهش با حالا که چند میشه 400 من کمش با گفته زدم همه نکردن در کار موفق شدن به یگون چیزی رو نقضیدم در کار اول اما مثال رسوم میشوی این خیلی بازی کردن در کار نیست چونکه این برای بازی نیست همین موفقی همین که کار کنم در کار اساسش کار کنم در کار شب گفتم در کار روز 6 تا بیکار شدم در کار نیست استاد عزیز در این عمر پر برکت خود به آرزوهای دل خود رسیدین و دارین یگان آرزوهای نقشه هایی که تا حال دستیاب نشده اگر که آدم همون روز فکر کند که همین کار همش کرده است دیگر نکند حق نمیدونم از چوبه سنگه از چی آرزو همون است که یک کار تمام کردی با میخوای دیگر شکن من که درباره رسم گفته استم ده حالا یک کار تمام نکرده که سر یک چیز دیگه میزنه وای شکنم ایش نکنم که کامپیوتری همین درون بدگی نظر به کامپیوتر این هست کو تا شکن کار میکنه چونکه کامپیوتر شما وظیفه دار میکنید که نه اینکه شما را کامپیوتر هم که لازم نه کامپیوتر قد کار میکنه آنا بیان شما وظیفه میتونید که باید اجرا کنه این آدم هم مقصرش هم کرد یک کار میکنید با میخواهید که دیگر شکل کنید اکو آرزوی خیلی چیز فقط اجرا گفتم با آرزوی که کودکا کلان شوند
اولا مستحکم باشد، نه براکو کلان شوند. بینی که این مثال یا نبرم در گرمانیا میخواند دخترک شیرین نامش انا میخواند در کالجی یکی از کالج‌های وای که دیزاینر میشود. کار رو باید میبینی حیران میشه. ما خیلی نمیتونم کار کردم. یک مستوکه کلان در شهر کیولن کردن 200 کلان 1500 تا کار جو یکم ما گرفت پریمی کلان گرفت. ما برای اون کس که انا دید منم خیلی من گفتم چیکار کردی؟ اینا میخواد ما خواهد تبریک. بعد گازت نوشتن که گازت ما گفتم این کار دیگه نکن. انا نوشتن که انا باباش знаменитый художник پدرشم رسام های پدرشم خونده است در چیز رسامی را خونده است. میخوام که انا بایم یک راه برفتن گیرد. میخوای که بینی اویلتا، میخوای بینی که کودکاتا، میخوای بینی رفیقاتا یگان چیز کار میکنه. جبار جون ما یادگار با تلفن میکنیم میبینیم و میخوریم یا پرسیم که چیکار که سایفان تبریک یک کتاب میگیرم میگیرم یک کتاب نو چاپ کاغیش میگیرم میبیم خونه با ولی یک ورقه دراش دیگه کتاب این کس از زاور جان باشد اگر تلفن میکنیم از دیگه و خیبان میخوریم این ماشین دارد شرخص میبیاید گپ میزنیم تنقید میکنه مرا میخیزه میره این کس مرا جای تنقید چه افت است کن. وفا نظرش من احترام میکنم و همیشه وفا نظرش نمیگم وفا جان میگم چون جورای نزدیک من است. بعداً میخواستم سوال تیم شما که اون سالها کار کردید مثلا من با کجا گپ میشد میگن شاگرد داری شاگرد تیار کردی شما چه شاگرد دارید چند کس هست ممکن شاگرد با استعداد هستن به. بعد یک سوال دیگر فردوسی گفته بود که وقتی شاهنامه نوشته بود اگر من نمانم در این روزگار بماند ز من نام من یادگار. یک کارهای داری که فخر کنید که اگر من نمانم این از نام شما این کارها میماند. مثلا کدام کارها نام شما مثلا میتونید بیارید؟ من گفتم که درس ندادم. سببش چی؟ فقط سفر و کاری پرتیایی با هم بودم. اینا بهانه است. من یادم است که در استخوان شما بچه‌ها می اومدن شما یاد میدادید. همون میگم. آخه اینستیتوت ما در نظر دارم училище جا خیلی دیرکتور بیول برادر کاخی. وجدا نتونستم راستی گفت. چیز داده بودن نشد. ایجام اینستیتوت بام چیز دادن. فهمونده دادم شما نمیشه. از این جهت البته که خیلی کادرها ما تیار کاری نیستن. لیکن چقدر گفتید در استخوان میبیان. حاضر ما سال خونه میبیان. از قرغان تپه میبیان حتی یک از قرغان تپه میبیان یک هفته بیان مرتبه میخیزد میبیان. نزد هر استاد کسی نمیبیاد. نزد کسی میرد که باوری دارد که یاد میگیرد. او بچه‌ای که در فوند بدی ما پس از اکادمیک شدیم بچه‌ای که می اومدن نام اکادمی را شنیدن و اکادمی می اومدن اینو همش همونجا چند کسی 18 کس هسته استاد میگن مالی میگن چون هر وقت که ما میبینن جیغ میزنن اینجا چی گپ میزنن برای ما بس هستم این نظر با اوه که انا خورده کاک بای میکنی و یا ممکن لیکن من یک عقیده دیگر میگم که همین هر یک کودک از آن روزی که راهگردان میشود یک چیز میگیرد خانه با میکشد چکو میکند پدر مادرش رو نمیماند. من که وقت این موضوع با گپ میشم میگم که کار نداشته و ممکن رسام شود چون که علاقه همون هر یک هست همون درونش باید دارد هسته که یک پدر مادر نمیماند که همین کار رو همون بیچاره دوام کرد که اگر کلمه رو میگن که کودک از راه میماند. نقض دیدن کسب این هم هنر است. خود نقض دیدن علاقه هنر است. یک مکتبی 76 پیش خونه ما است. یک خانه چرک شدن دیرکتورش شده او جوام رفته بچه کو به پول درس میتیم ممکن بین و کس برایت یک چند سال پیش یک دخترک دختری روس پیش می اومد وقت من تلویزیون با کار میکنم خودم اجاره میشدم در کوچه چیخ 5 بعد
من میخوام که رسام شام خیلی نشینه گیر دوای بیا آمدن گیر تمام کرد ارکیتکتور را ایجا تمام کرد در مسکو کار کرد ارکیتکتور شد برای ما بس است که یک کسک برایت این علاقه هنر باره همچنین حالت شده است که یا دیزادگاه دهه و کودکیاتان شما را برای در دهه زیستن کوچانده باشد قریب که نه برای چی؟ من از 5.5 سالگی که برام که چیدم و دوجا من چی را دیدم با وجود این خیلی نیست من حیات من خیلی سبک رستگی با وجود این من قشلاق رفتم دیدم حتی کارتینا کردگی هستم نامی کارتینم حضرت امام عسکر اشنویدگی باشد اگر انا از بالای قشلاق ما یک بلندی است اوجا برام بدم داشتی کلون یک قشلاق کلون است که همه همونه ششتا یک ما بودم اونجا با خیلی وفا جان ما شما وقتی چند بارها نمایشگاه های بین‌المللی را اشتراک کردگی مسافرت کردگی چند تا صورت ها داشتم درباره شما امروز میخواستم از وقت استفاده کرده یک دو تا صورت آوردم یکیش که در مسکو اگر یاد باشد کراسنی پلوشد شیسته این سیومکو میکنید و یک تا که آوردم که هم پورترت شما وقت کار گرفته شده است اگر اجازه دید شما هدیه کنم این کار رو تشکر جان اول دست اکنون شون تیمه این من در استخانه کدام یک اثری بود نامش یک دمی ایست که صورت گرفتگی انا اینجا من شتگی بلای همین چخیل انا بخیل شتگی بلای میدان سرخ با سنگوی کلان خنک. Во-первых, хочу сказать, что я Раджабова Диляфрус, студентка первого курса и учусь на искусствоведа. Насколько я услышала, вы рассказали про свою жизнь, вы сказали, что объехали около 40 стран, да? И я хотела бы узнать, вот, какая именно страна из Европы, вот какая страна Европы вас больше всего вдохновила? در وقت سفر بر دیگر مملکت ها می روی البته می ببینی یکم چشم بودم با ارکیتکتورا و منظره های همونجا می رسد از کلانده آخر من بسیار معقول شد همه قدر جای رفتگی هستم یوگسلاویا انا در شهر گابرا و گفتن شهر است و شهر را می بینید اگر چنون درخت های بسیار دارد همه چیز دارد نمیخوایی که همونجا برای یک باغ کلان شهر یک باغ کلان ما بسیار معقول یوگسلاویا هم گوشش از جای مملکت خیلی بسیار است لیما پیرو هم نقص بود. Если вы не против, я еще несколько вопросиков задам. Ради Бога. Так, а какие достопримечательности в своей жизни вы посетили? Вот, рядом с которыми, возможно, вы сфоткались или снимали? Достопримечательности мира. Ой, много. А самые те, которые запомнили, вот прям понравилось? در شهر اگرایی تاج محل сказка افسانه شهر افسانه انا اونجا با صورت گرفتگی هستیم در امریکا یک جا رفتیم که با کلان گفتن که موزه وای میبرن موزه صنعت تصویری بوفالو موزه از جایی بجا رفتیم خیلی موزه کلان نیو خیلی بای بعد یکی کارمون گرفتن از وای دوتا گرفتن از من یک تا گرفتن خریدن اونجا هم کمتر فایده گفتیم ایا جا ضرر جا فایده کار من نمیفرم فروختن دلم میسوزد همیشه خیلی کودک میکنم خیلی نگاه کرده میسم نمیفره بسیار کارها هستن که نمیفره فروختن و بعضی وقت خیلی میفروشی اونجا گرفتن اونجا از جای خیلی Париж это другая история. Париж это само по себе история вообще. وفا نظرویچ که ما گمان میکنم بیشتر از 4 عصر آشنا هستیم دوستی داریم به همدیگر مهر بسته ایم
احترام میکنیم، خودشان را، ایجادیتشان را، عائلهشان را، فرزندان و نویرگان به استعدادشان را یک انسان عادی هستند. خیلی که در رو برای شما شده عادی صحبت میکنند، با زبان عادی گفتگویی فکرشان را بیان میکنند، صحیفه زندگی خودشان را ورق زدند. من هم آموخته لحظه های زندگیشان را با مهر یک 14 سال پیش 13 سال پیش یک کتابه که نوشتم از سلسله کتاب های روزگار آدمای نجیب، درسای وفا نظرف نام دارد و دیدم که وفا نظرف یک دل حساس دارند. شاید یک سببش آن باشد که بر وقت از دیدار پدر مادر، از مهربانی و غمخواری های والدین محروم ماندند، در محیط سخت و بسیار هم طلباتش جدی خانه بچگان تربیت گرفتند، هستیشان تشکل یافته است و دل حساسشون هم از همین لحاظ باشد و به شرافت همین به زندگی، به آدمان، به چهره انسان ها، به رفتارشان، به منظره های گوناگون طبیعتی تاجیکستان، کوه و چشمه و دریای و آبهای مصفای و علفها و درختان خیلی با مهر می نگرند. کوشش می‌کنند که در هر منظره یک زیبایی را، یک نزاکت خاص را بینند، نزاکت خاص و زیبایی را که فقط رسام دیده میتواند. آدم عادی به چشم آدم عادی آن شاید یک عادی تابد، نظر ناگر تابد، لیکن وفا نظرف اول که اتیودها به وجود می آورند به خاطر آنکه مصوره زیبای روی کار بیاورد، زیبایی می جویند در هر لحظه های زندگی و ده ها مصوره هایشان، ده ها پرترت هایشان، اینقدر پیزش های زیاد، نتورمورت های زیاد، چهره های انسان ها، چهره های بسیار معتبری، شخصیت های گوناگون را روی کار آوردند. بعد یک خصلت دیگر دارند، بسیار انسان جستجوکار و تشنه علم و تاریخ و دانش هستند. خودشان هم گفتند، من هم گفته میتونم که وفا نظرف نه فقط مصوره های خود را بلکه مصوره های بهترین بازیافت های ایجادی دیگر رسامان جوان و کلانسال و میانسال تاجیک را در بیشتر از نمایش های 40 دولت دنیا سربلندانه که فرهنگ ملی ما حساب می شود معرفی کردند برای تماشابینان دیگر دولت ها. ما در چندین دولت های دنیا بودیم، امروی ظهور استمایج اونجا کسی نمیگوین که وفا نظرف آمد، ظهور دخته آمد یا فلان دیگر آمد، آنها میگن تاجیکا آمدند. یعنی که تاجیک وفا نظرش این کار رو بسیار کردند در کشورهای دنیا تا ما آشنایی پیدا کنند. الکی به 20 دولت دنیا رفته بودند، هر کجایی که رفتند آداب تاجیکی را، فرهنگ تاجیکی را، مدنیت تاجیک را، بازیافته ایجادی هم رسامان هم دیگر ساحه تاجیکستان را معرفی کردند. یعنی که در این جاده خدمت‌های خیلی زیاد دارند. من یک با سر و اسرار میگم که نه هر کس خبر دارد. وفا نظرف اینقدر چیره دست هستند، اینقدر نازکبین هستند، مؤلف 3 اشعار ملی، مؤلف 3 سامانه، 200 سامانه و 500 سامانه هستند. اگر خطا نکنم من همین طور است. گاه باور کرده لایحه این سامانه ها رو آورده نشان میدادند، مصلحت میپرسیدند. اصلا این کس محتاج مصلحتی ما نبودند و از نگاه خاکساری، لیکن با خودشان جنگ خوانده به شهر میونخ گرمانیا رفته و لایحه و دیگر طلبات مقررات اشعار ملی برآوردن را، یعنی که تا آخر نقطه رساندند و نه به هر رسام نصیب می شود که به خاطر آفریدن اشعار ملی جانکاهانه تلاش ورزد. من آرزو میکنم که دوست عزیز ما وفا نظرف همیشه صحت سلامت باشند، بیشتر با جوانان واخورند،
از زندگی خودشان قصه ها کنند که زندگیشان واقعا سیف های عبرت آموز زیاد دارد. Следующий вопрос я хочу посвятить именно дружбе. Насколько я поняла, что вы долго дружите, да, со своими друзьями, и можете дать нашему поколению, да, молодому поколению, как нужно правильно дружить. Так как вот некоторые есть люди, которые вот твердят, типа, настоящей дружбы нет, вот таким людям можете дать совет, ну, там, совет или... Сразу скажу, что чтобы дружить, не надо объявлять. Я хочу с тобой дружить. Дружба такая вещь, что порою, чем брат родной, ты больше приближаешься подругу, значит, девушка подруга, приближаешься к этому человеку. И вот объявляя, ничего не надо делать. Второй завет, то, что не надо завидовать. Напоследок хочу такой вопрос задать. Я этот вопрос всем задаю, ну, честное слово. Вот в чем вы видите, да, вот настоящее истинное счастье? Счастлив тот человек, который дома все тихо, никто не болеет, придет домой отдыхать. А так постоянно человек работает, как муравей. А домой пришел, дома тихий глад, видишь, никто не плачет, видишь, никто не грустит. Вот это я счастлив, это я так считаю. Я доктора, когда дарс медудом, от чаш мегувки, устахона миомад. От чаш мегувки, ахерафо. Хаминам хеншон тенки, капул коркна. Мактум кай, намиша брус. Намиша брус би пул надрим пул корк. Мактум ки, доктор тагир, рау. Шавхар жошно менек. Ана омадгу вафоджон чуй хел кади. Мактум ки, ма барой пул коркадан, ва я намефам, дарс наметям. یاد گیرد بعد پول کار کند. اینا گفتن دلمون گفتم هم از خودت هم از دخترت گفتم ما خیلی در کار نیستم. همه اون چیزایی که گفتیم این گویا هیچی نیست. نظر به اونی که آدم‌ها کار میکنن میتونن کار میکنن با ایجاد میکنن. نه که آدم باید سرگرم نشود که من این کارا کردم و این کارا کردم دنیا گرفتم. خیلی چیزی ممکن نیست. هیچ ممکن نیست. کاری که میکنید شما آینده رسام میشوید. کاری که میکنید حساب کنید که این یک نیم کرک دانه ارزان برین شما دسترخوان کلان دولتی با پرتافتید دسترخوان بوی میشود. هر یک از ساحه خودش ده اکتور از وای، رژیسور از وای، نویسنده از وای، رسام از وای، یک دسترخوان بی آخر میشود. ما و شما باید همین خیلی کار کنیم که همین مملکت خیلی ناقدر کلان است. نوکه از بسیارتر درباره ایجادی گپ زنیم باید کنیم همین مملکت خیلی دانش خیلی موقتی به حواس کار کردن خیلی موقتی پس خیلی چیزی مونیم.